هیچ وقت گوشیت رو از خودت دور نکن. هرگز. مشکل از گوشی نیست. مشکل از لحظه‌ای شروع میشه که تو دیگه انتخاب نمی کنی. روانشناس بالینی پس از ویزیت نوجوانی که 22 ساعت پیوسته آنلاین بود در پرونده نوشت: تنفس دارد، ضربان قلب دارد، اما علائم حیاتی انسانی ثبت نشد. علت این وضعیت جایگزینی تدریجی، نه مرگ جسم، بلکه حذف آرام انسان. شاید این جمله اغراق‌آمیز به نظر برسه، اما اگر کمی صادق باشیم نشانه‌هاش در زندگی خیلی از ما هست، نه فقط در نوجوانها. آخرین باری که گوشی رو برداشتی واقعاً تصمیم گرفته بودی که برداری؟ یا فقط دستت رفت سمتش چون عادت کردی؟ یا وقتی که حتی گوشی رو با خودت میبری سرویس بهداشتی واقعاً اونجا لازمش داری؟ اگر یک فیلسوف رواقی امروز کنار ما زندگی میکرد، نه موبایل رو شیطانی میدید، نه اینستاگرام رو دشمن انسان و نه حتی قوانین فیلترینگ وضع میکرد. او فقط یک پرسش بنیادی از تو میپرسید، پرسشی که سیستم باورهات رو درباره فناوری و حتی درباره خودت رو از نو میساخت. او احتمالاً به تو میگفت مشکل این وسیله کوچیک توی دستت نیست. مشکل اون لحظه‌ایه که تو دیگه انتخاب نمی کنی. ما توی دنیایی زندگی میکنیم که موبایل، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، تیک تاک نه تفریح، بلکه بخشی از کار، ارتباط و حتی هویت ما شدن. ما نمیتونیم کنار بذاریمشون، اما اگر بی فکر رهاشون کنیم، آرام آرام کنترل ذهنمون رو ازمون میگیرن. این ویدیو قرار نیست بهت بگه موبایل رو کنار بذار. قرار نیست بگه اینستاگرام رو حذف کن. قراره نشونت بده که اگر یه فیلسوف رواقی امروز زنده بود، چطور فقط با 5 دقیقه آگاهی کنترل رو دوباره برمیگردوند. و شاید بعد از دیدن این ویدیو دیگه هیچ وقت گوشی رو مثل قبل دستت نگیری. اگه حس میکنی این دستگاه نه یک ابزار که یک ارباب شده، اگر میدونی اسکرول کردن امروزت چیزی جز یک واکنش خودکار نبوده، لایک کن. نه برای تایید من، بلکه به عنوان اولین عمل آگاهانه در دریای واکنش‌های ناخودآگاه. بخش اول، پارادوکس زندگی مدرن. بیایید یه چیزی رو از همین ابتدا صادقانه بپذیریم. امروز موبایل یک ابزار لوکس نیست. با اون کار میکنیم، درس میخونیم، با خانواده هامون حرف میزنیم، حتی قبض هامون رو پرداخت میکنیم. اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب، اینها تفریح ساده نیستند. رگ‌های ارتباطی ما در جهان مدرنند. حذفشون مثل قطع کردن یک رگه. هم درد داره، هم برای خیلی ها غیر ممکن به نظر میرسه. پس مسئله این نیست که چرا استفاده میکنی. مسئله اینه که چطور استفاده میکنی. و اینجا دقیقاً همون جاست که پارادوکس شکل میگیره. ما نمیتونیم رهاشون کنیم چون به اونها وابسته ایم. اما اگر ذهنمون رو برای زندگی با اونها آموزش ندیم، اونها آرام آرام ما رو از خودمون دور میکنند. از لحظه های واقعی، از تمرکز، از آرامش و حتی از ارتباط چشم در چشم با عزیزانمون. اعتیاد به موبایل الزاماً یک بیماری عجیب نیست. اغلب نتیجه کاملا طبیعی زندگی کردن در یک اقیانوس از محرک‌های دیجیتاله. بدون اینکه شنو کردن رو یاد گرفته باشیم، ما رو در استخری عمیق انداختند و انتظار دارن غرق نشیم. و وقتی نزدیک غرق شدن میشیم، به جای آموزش به ما میگن ضعیف، بی اراده. در حالی که مشکل نداشتن یک جلیقه نجات ذهنیه. و این دقیقاً همون موقعیتیه که فلسفه رواقی وارد میشه.
نه برای جنگ با تکنولوژی، بلکه برای همزیستی هوشمندانه با آن. بخش دوم، تعریف رواقی از اتحاد. فلسفه رواقی با یه اصل ساده شروع میشه: همه چی در اختیار ما نیست، اما واکنش ما همیشه هست. رواقی ها جهان رو به دو بخش تقسیم میکردن: چیزهایی که کنترلشون دست ماست و چیزهایی که کنترلشون دست ما نیست. آب و هوا، رفتار دیگران، قوانین، الگوریتم ها و بله، نوتیفیکیشن ها، طراحی اینستاگرام، اسکرول بی پایان یوتیوب. اینها در کنترل مستقیم تو نیستند. اما رواقی ها یه جمله کلیدی داشتند که همه چیز رو عوض میکنه. بین محرک و واکنش یک فاصله کوچک وجود داره و اون فاصله همون جاییه که انسان یا زنده میمونه یا آرام آرام حذف میشه. وقتی گوشی ویبره میزنه تو دو انتخاب داری: نه بین دیدن و ندیدن، بلکه بین واکنش خودکار و انتخاب آگاهانه. اعتیاد از نگاه رواقی یعنی چه؟ یعنی آن فاصله کوچک آنقدر باریک شده که دیگر دیده نمیشه. محرک میاد و واکنش بدون انتخاب تو اتفاق میفته. دستت میره به سمت گوشی، اسکرولینگ کنی، همونجا میمونی ساعتها و بعد نمیدونی چرا خسته ای. سنکا فیلسوف رواقی جمله ای داره که انگار برای امروز نوشته شده: آدم ها از کمبود زمان رنج نمیبرند، از هدر دادنش رنج میبرند. و نکته ترسناک اینجاست: زمان تو دزدیده نمیشه، بلکه هر باری که بدون تصمیم قبلی گوشی رو برمیداری، خودت آرام آرام تحویلش میدی به فضایی که به جای تو انتخاب کرده. اختیار یعنی همین لحظه‌ای که میتونستی تصمیم بگیری و انتخاب کنی ولی نکردی. تو اختیار رو از دست نمیدی، تو اون رو واگذار میکنی. رواقی ها به این جور زندگی میگفتند زندگی واکنشی و انسان واکنشی هر چقدر هم باهوش باشه آرام آرام فرسوده میشه. نه چون ضعیفه، بلکه چون هیچ وقت فرصت انتخاب پیدا نمیکنه. اما خبر خوب اینجاست: رواقی ها نمی گفتن برو در غار زندگی کن، نمی گفتن از دنیا فرار کن، می گفتن فاصله رو برگردون. همان فاصله کوتاه بین زنگ خوردن گوشی و لحظه ای که دستت میره سمتش. و دقیقاً در بخش بعد میخوام به تو نشون بدم که این فاصله چطور در زندگی واقعی امروز قابل بازسازیه. بخش سوم، تمرین رواقی 5 دقیقه‌ای. قبل از آغاز تمرین ها، اگر تا اینجای ویدیو حتی برای چند ثانیه احساسی مشابه با این مسئله دقیقاً مسئله من داشتی، کامنت نذار، تحلیل نکن، بحث نکن، فقط سابسکرایب کن. نه برای حمایت از کانال، بلکه برای اینکه هر بار که ویدیو جدیدی منتشر میشه یادآوری بشه که هنوز میخوایی آگاه زندگی کنی، نه واکنش. اکنون به تمرین بپردازیم. این تمرین موبایل رو حذف نمیکنه، اپلیکیشن رو نمیبنده و شما رو از دنیای مدرن جدا نمیکنه. تنها یک هدف داره: بازگرداندن فاصله. نام تمرین مشخص نیست. رواقی ها به اون میگفتن مکث آگاهانه. مرحله اول، مشاهده محرک. یعنی دفعه بعد که گوشی رو برمیداری فقط برش دار، ولی بازش نکن. با گوشی مثل بقیه وسایلت برخورد کن. مگه هر بار که دستت به کیف جیبیت میره ناخودآگاه بازش میکنی؟ گوشی هم فقط یک وسیله است، اما با یک فرق مهم: برنامه‌های داخلش طوری طراحی شدند که بدون اینکه نیازی داشته باشی تو رو به واکنش وادار میکنند. فقط از خودت بپرس الان چرا میخوام بازش کنم؟
ببین نیازه یا فقط عادت اشتباه. مرحله دوم، نامگذاری. رواقی ها باور داشتن چیزی که نامگذاری بشه قدرتش کاهش پیدا میکنه. لازم نیست گوشی رو کنار بذاری. لازم نیست تصمیم بزرگی بگیری. تو داری اون رو میبینی. فقط آرام در ذهنت بگو این فقط یک میله، نه کاری که باید حتما انجام بشه. همین تغییر کوچیک شما رو از واکنش به انتخاب منتقل میکنه. مرحله سوم، تأخیر کوتاه. هنوز گوشی رو باز نکنید. 30 ثانیه صبر کنید. اگه ممکن شد 60 ثانیه. در این مدت تنها نفس بکشید. هیچ کاری انجام ندید و مقاومت ایجاد نکنید. مثل وقتی که پشت چراغ قرمزید. تنها مشاهده کنید که آیا میل کاهش پیدا میکنه یا خیر. اغلب کاهش پیدا میکنه. نه همیشه، اما اغلب. و مرحله چهارم، انتخاب آگاهانه. اکنون 2 گزینه دارید. یا گوشی رو باز میکنید یا نه. فرق اینه که اگر باز کنید این بار انتخاب شماست، نه الگوریتم، نه عادت، نه واکنش. و اگر باز نکنید چیزی رو از دست ندادید، فقط خودتون رو حفظ کردید. این تمرین نه برای ترک و نه برای محدودیت، بلکه برای بازگرداندن خودتونه. رواقی ها می گفتند آزادی در حذف محرک نیست، بلکه در قدرت مکث. ممکنه مشکل ما اعتیاد به موبایل نباشه، بلکه فراموش کردن انتخاب کردنه. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هر ثانیه چیزی توجه ما رو میطلبه. نه برای خدمت، بلکه برای جلب توجه. توجه ارزشمندترین دارایی انسان مدرنه. رواقی ها این رو 2000 سال پیش میدونستن. اونها نمیگفتن دستگاه رو خاموش کن، بلکه میگفتن خودت رو روشن نگه دار. نه تکنولوژی خطرناکه، نه اینستاگرام، نه موبایل. خطر واقعی زندگی بدون ایجاد فاصله بین محرک و واکنش. دشمن زندگی کردن بدون انتخابه. وقتی فاصله از بین میره ما دیگه حق انتخاب نداریم. هنوز زنده ایم اما حضور نداریم. شاید معنای واقعی آزادی در عصر دیجیتال همین باشه. پیش از هر اقدام لحظه ای آگاهانه و حاضر باقی ماندن و انتخاب کردن. اگر این ویدیو حتی یه مکث آگاهانه به زندگیتون اضافه کرد، اون رو برای کسی بفرستید که بیش از همه در حال واکنش زندگی میکنه. و اگه میخواهید در این کانال فکر کنیم، نه صرفاً مصرف، سابسکرایب کنید، نه برای ویدیوهای بیشتر، بلکه برای زندگی کمتر واکنشی. انسان آزاد کسی نیست که محرک نداره، بلکه کسی که بین محرک و پاسخ جایگاه و حق انتخاب داره. راستی، آخرین باری که گوشی رو برداشتی انتخاب بود یا عادت؟